کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 13 ایول سال 2022 نجات بخشان ریاست شهر دوشنبه در جریان چاره‌بینی‌های جستجویی از کانال دریواسیونی واقع در حدود ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت جسد یک دختر 10 ساله را بیرون آوردند. بنا به اطلاع کمیته این دختر روز 2 ایول سال 2022 همراه خواهر 12 سالش هنگام گذشتن از کانال به آب افتادند و هر دو غرق شدند. جسد خواهر کلانی او را خود همان روز پیدا کرده بودند، ولی جسد خواهر خردی 11 روز طول کشید. قبلا خورشید همرویف ساکن شهر دوشنبه از مقامات خواسته بود که برای پیدا کردن جسد دخترش آب انبار کنار باغ عینی را چند ساعت خشک کنند. دختر خردسال او منوره 12 ساله و میرم 10 ساله در اول ماه ایول در آب انبار کنار باغ عینی پایتخت غرق شدند. به گفته او آنها به سبب نبودن پنجره به کانال آبریز در آمدند. در گذشته اطراف آن را با پنجره پیچانیده بودند. با مدد ماموران کمیته ولایت‌های فوق‌العاده جسد یکش را یافتند. موج آب تیز است، سرد است، یافتن نمیتوانند. حکومت آب را خشک کند، در آمده کودک را گیرند، گفته بود خورشید امرویف روز 12 ایول به رادیوی آزادی. خورشید امرویف دیرتر خبر داد که بعد قریب 2 هفته جستجو و سرگردانی روز 13 ایول جسد دختر 12 سالش را هم بالاخره یافتند. بنا به حساب‌های کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از اول سال 2022 در تاجیکستان حلقه حدود 80 نفر از جمله تقریباً 40 نابالغ غرق شده است. سال گذشته در تاجیکستان 155 نفر از جمله 75 نابالغ غرق شده بود.